برای من جوابه. نمیدونم برای شما چجوریه. همیشه منتظر روزی بودم که انگیزه داشته باشم، ولی فهمیدم شاید انگیزه بعد از شروع کردن به وجود میاد، نه قبلش. سیاوخش همیشه همراه و پایه. قربونش برم من، جوجه منه. چند جلسه شروع کردم میرم باشگاه و از این موضوع خیلی خوشحالم، چون که تو این مسیر باشگاه رفتن کلا میخوام اون مداومت خودم رو ببینم. در واقع اینجوری نیست که مثلا بخوام که حتما به یه استایل خاصی برسم. اینم هستا، یعنی خیلی دلم میخواد شبیه این عکس بشم، ولی این برام خیلی مهمه بتونم تو این مسیری که شروع کردم مداومت داشته باشم. شروع کردن بعضی چیزا خیلی سخت. اول از همه سعی میکنم ضمیر ناخودآگاهمو همسوی اون مسیر بکنم. من یه کاری که برای پی‌اچ‌دی قبول شدنم کردم این بود که خیلی دلم میخواست قبول بشم، ولی وقتشو نداشتم. تایمم خیلی طولانی داشتم کار میکردم. به خاطر همین تمام فضاهای مجازی رو یه جوری تربیت کردم که فقط محتوای درس خوندن بیاره بالا. من وقتی یه شبکه اجتماعی رو باز کنم، چیزایی که دلم میخواد بشم یا چیزایی که دوست دارم شروعشون کنم و ادامهشون بدم به چشم من بیاد. شاید مثلا برای فام باشه، تو یه ورزشه، مثلا یه ورزشکار رو میبینی، ولی مدام وقتی این نگاه کنی هم باعث میشه تو مسیرت مداومت داشته باشی، هم باعث میشه که اگر یک مسیری رو شروع نکردی اینقدر این برای تو تکرار بشه، اینقدر جلوی چشت بیاد که دوست داشته باشی اون کار رو شروع کنی. که یه روز پا شدم گفتم اوکی امروز باید برم باشگاه ثبت نام کنم. پس هدف گذاری اصلیم این بود که چند تا کاری که پشت گوش همیشه انداختم و دوباره شروع کنم و بتونم تو اون کارا مداومت داشته باشم تو بازه‌های زمانی طولانی. برای من جوابه. نمیدونم برای شما چجوریه. بریم برای یه شروع دیگه. با هم دیگه پا برداریم. خب بگو. سخته ولی کیف میده، سخته ولی حال میکنم. شاید این فقط یه جلسه تمرین بود، اما یه پلانی بود از من که باید تیک میخورد. سلام. هنوز مطمئن نیستم این بار تا آخر ادامه بدم، ولی امروز بازم اومدم.